أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم سب المسلم بغیر حق، یعنی که باب در مسئله حرام بودن سب و شتم و دشنام دادن یک مسلمان بناحق، که حرام می باشد یک انسان یک مسلمان را شتم و سب و دشنام بدهد. پس این سب و شتم و دشنام از غیبت چی فرق دارد؟ غیبت آن سخنان بد است که یا آن چیزهایی است که در نبودن اون انسان گفته می شود. اما سب المسلم یا شتم المسلم یا همون دشنام دادن مسلمان، این در حضورش می باشد که یک انسان را در حضورش، در نزدش، در پیشش سخنان ناسزا و سخنان بد و سخنان تحقیرآمیز بگویی. پس این باب در مسئله سب المسلم است که یک مسلمان را در نزدش تحقیرش بکنیم، سخنان بدش بگوییم، این حرام و ناجایز و نادرست است. اما میگوید بغیر حق، یعنی بناحق اگر تحقیرش کنیم. اما اگر که حق داشته باشد در مقابل بدیش، در مقابل تحقیرش، در مقابل دشنامش تحقیر کرده شود و دشنام کرده شود، در این صورت جایز و درست می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و 5 حدیث را تقدیم می کند. اولین آیت یا همون یک آیتی که امام نووی می آورد سوره احزاب آیت 58 می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی آن کسانی که آزار می دهند و می رنجانند مؤمن مردان و مؤمن زنها را، یعنی کسانی که مسلمان ها را، مؤمن چی مرد و چی زن را آزار می دهد، می رنجاند، خفه می کند، تحقیرش می کند، بغیر مکتسبو، بدون آنه که مرتکب گناه شده باشند آن مسلمان ها، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. پس الله سبحانه و تعالی میگوید واقعا این انسان برداشته است، به دوش گرفته است بهتان، تهمت و اثم مبینا، یعنی که گناهی ظاهر و آشکار و روشن را این انسان تحقیر کننده، این انسان رنجاننده، این انسان آزار دهنده مؤمن مردان و مؤمن زنها بر دوش خود گرفته است، گناهی آشکار و روشن را. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت گفت بغیر مکتسبو، یعنی بدون آنه که آن مسلمان چی مرد و چی زن مرتکب گناه شده باشد. پس از این قید درک کرده می شود که یک انسان گناه کرد که اون باید رنجانده می شد، پس باید اون رنجانده شود. چطوری که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 16 می گوید: والذان یأتیانها منکم فآذوهما. الله سبحانه و تعالی می گوید و آن کسانی که یأتیانها، یعنی که مرتکب زنا می شوند، منکم از شما ای مسلمانان، فآذوهما، الله سبحانه و تعالی میگه پس اون انسانی که مرتکب زنا شده است، پس اون را شما آزارش بدهید.
اون را شما تحقیرش بکنید، پس شما اون را آزار بدهید برای این عمل زشت و بد را که انجام داده است. فَإِن تَابَ و اصلح، پس اگر که میگد اون دو زناکار اگر توبه کردن و اصلح و اصلاح کردن خودشان را، فاعرضوا عنها، پس شما دست بردارید از آزار دادن آن کسها. ببینید الله سبحانه و تعالی میگوید اگر که زینای را انجام دادند، کار زشت را انجام دادند، پس شما اونها را آزار بدهید. الله سبحانه و تعالی خودش میگه که شما آنها را آزار بدهید. و مفسران میگویند درباره این آیت که والذانی، یعنی آن دو مردی که میگن این آیت پیش از اونه که حکم لواطه، حکم بچه بازها صادر شود، اول همین بود که اگر کسی بچه بازی میکرد او را تحقیر میکردند و آزارش میدادند. بعداً پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کسانی را که بچه بازی میکنند و بچه باز هستند، اونها را حکمشون بعداً پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکند، در آن حدیث گفتند که من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، پیغمبر میگوید هر کسی را که شما پیدا کردید عمل قوم لوط را انجام میدهند، یعنی بچه بازی میکنند، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس اون بچه بازها را هر دویشان را به قتل برسانید، پس هر دو اونها باید به قتل رسانده شوند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید بعدن این حکمی بچه بازها را صادر کرد که کشته میشوند. اما این کشتن انسانهای بچه باز به چی طریق هست؟ بعضی از عالمان میگویند از بلندی پرتافته میشود، از بلندی، از یک جای بلند بچه بازها را به زمین میپرتایند، اگر مردند خوب، اگر نمردند در اون زیر بعد سنگ شبشان میکنند تا مردن، سنگسارشان میکنند تا مردنشان. این میگوید حکم کشتن انسانهای بچه باز هست. و بعضی از عالمهای دیگر میگویند که اون را علاو سر میتیند، بچه باز را علاو میکنند، بعضی میگویند که اعدامش میکنند، به دار میکشندش. درباره کشتن بچه باز اتفاق است، اما درباره چی طور کشتنش اختلاف است که بعضی از علما طریقهای گوناگون بیان میکنند. بعضی ها میگن از بلندی پرتافته میشود، اگر نمرد سنگسار کرده میشود تا مردنش، و بعضی ها میگن که علاو زده میشود، و بعضی علمای دیگر میگن که آن را به دار میکشند. به هر صورت انسان بچه باز را وقتی که ثابت شود این گناهش در اسلام با حکم قاضی، یعنی این را شخصای معین این حکم را جاری کردن نمیتوانند، این را قاضی و حاکم و ولی الامر مسلمان ها فتوا میدهد و بعد از تحقیقات و بررسی ها این حکم را صادر میکنند، انسان بچه باز به این طریق ها کشته میشوند. پس عالمان میگن والذانی، یعنی آن دو مردی که با یکدیگر بچه بازی کردند، پس شما آنها را آزار بدهید. میگه این آیت پیش از اونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمی که مربوط به بچه بازها هست بیان بکند پیش از این بود. بعدا میگوید اون آیت را اون حدیث را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن، یا حکم این را رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند. اما بعضی از علما میگن والذان یاتیانها، یعنی آن کسانی که زنا میکنند، مرد و زنی که زنا میکنند، اونها را باید تحقیر کرده شود، اونها را باید پس شمرده شود، اونها را باید رنجانده شود، آزار داده شود، تا اینکه از این زناکاریش، از این بدبختیش دست کشد و دور بایستد. پس الله سبحانه و تعالی گفت که کسانی که مؤمن مردان و مؤمن زنها را آزار میدهند بغیر مکتسبو، یعنی بدون آنه که گناه را مرتکب شده باشند،
پس از اینجا فهمیده می شود اگر مرتکبی گناه شده باشند پس اونها را آزار دادن جایز و درست می باشد، اما مرتکبی گناه نشده باشند آنها را آزار دادن حرام و ناجایز و نادرست می باشد. این بود یک آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. بعد از این میگذاریم در قسم حدیث های این باب. اولین حدیث این باب حدیث 1558 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1558 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که سباب المسلم فسوق، یعنی که سب و شتم و دشنام دادن یک مسلمان این فسق و فسوق است. یعنی که فاسق بودن اون دشنام دهنده را بیان میکند که یک انسان مسلمان یک مسلمان دیگر از سب و شتم و دشنام بکند. و قتاله کفر، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و قتل کردن مسلمان کفر می باشد. جنگیدن با مسلمان حلال بداند اگر کفر اکبر است، حرام بداند جنگیدن با مسلمان را و بجنگد در این صورت کفر اصغر می باشد، یعنی گناه کبیره می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کردند که دشنام دادن مسلمان فسق است. ببینید، پس کسانی که فاسق می شود آیا می دانید که ضرر به خودش چی چیزها را می آرد؟ ببینید، یکمین ضرر همین است که اون انسان شاهد شده نمی تواند، شاهد شده نمی تواند انسان فاسق، نه در نکاح و نه در چیز دیگری. پس درجات رو ای انسان دشنام دهنده فاسق، درجات رو پایان برده که تو دیگه شهادتی دادن نمی توانی. این یکم ضرر. دوم ضرر، ولی الامر و صاحبی اگر دختردار باشد نمی تواند که خود اون دخترش را به شوهر بدهد، بلکه یک صاحب دیگرش، یعنی که ولیش دیگر کس می شود. اگر که ولی دختر باشد از ولیگی خط زده می شوی ای دشنام دهنده. این دوم ضرر بر سر تو. و سومین ضرر بر سر تو ای فاسق این آن هست که در روز قیامت تو میایی مفلس هستی، هیچ ثواب نداری. همه ثوابای تو به اون کسانی را که دشنام دادی به اونها داده می شود و تو یک انسان مفلس، یک انسان به هیچ چیز میگردی در روز قیامت. پس این دشنام دادن مسلمان را ضررهایش می باشد. این قسم اول حدیث که سباب المسلم فسوق. اما و قتاله کفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید که حلال دانستن جنگیدن با مسلمان این کفر است. یعنی یک انسان حلال بداند که با مسلمان بجنگد، خون مسلمان را بریزاند، در این صورت کافر می شود، از دین خارج می شود. اما اگر حلال نداند و بجنگد و بداند که این حرام است و اما بجنگد، در این صورت مرتکب گناهی کبیره می شود. چطوره که الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیت 9 و 10 می گوید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. الله سبحانه و تعالی میگه اگر که دو گروه از مسلمان ها با یکدیگر بجنگند. ببینید در اینجا الله میگه دو گروه از مسلمان ها، یعنی هر دو این طرف جنگیدن با یکدیگر حلال ندانستند و جنگیده ایستادند. اگر حلال دانسته می جنگیدند در این صورت الله سبحانه و تعالی نمیگفت که بجنگد دو طایفه از مسلمان ها، یا طایفهش حکم به کفر میکرد. وقتی که جنگیدن رو حرام دانسته جنگیده است پس مؤمن است. الله میگه که اگر دو طایفه مسلمان با یکدیگر، دو طایفه از مؤمن ها با یکدیگر بجنگند
پس وظیفه شما ای مردم چی است؟ فاصلحوا بینهما. الله جل جلاله میگه پس شما صلح برقرار بکنید در بین اون دو مسلمان. آن دو مسلمان رو با یکدیگر آشتی بدرانید و صلح بیارید در بین اون دو مسلمان و جنگیدن را منع بکنید، مانعه جنگ اون دو طایفه بشوید. فین بغت احداهما علی الاخرى، اگر که تجاوز کند یکی از این طایفه ها بر طایفه دیگر، یعنی که صلح آوردن را، آشتی کردن را و در بین در آمده میخوای صلح بیاره قبول تو نکرد، الله میگه فقاتل التي تبغي، پس شما هم بجنگین با آن گروهی که اون تجاوزگر است، اون گروهی که بغاوت کرده است. الله میگه شما با اونها بجنگید، یعنی که همراه این مسلمان این طرف شوید، با اون سرکش بجنگید تا اینکه دست بکشد، حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه آن سرکش، تا اینکه آن گروهی تجاوزگر بازگردد به سوی الله، به سوی حکم الله جل جلاله که صلح را قبول بکند. الله سبحانه و تعالی میگه فإن فاءت، پس اگر که اون طایفه تجاوزگر هم بازگشت و صلح را قبول کرد، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، الله سبحانه و تعالی میگه که بعد صلح را در بین اونها برقرار کنید با عدالت، و اقسطوا، و عدالت را شما پیشه بکنید. ان الله یحب المقسطین، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد انسان‌های عادل و عدالت پیشه کنندگان را. الله سبحانه و تعالی میگه انما المؤمنون اخوه، یعنی مؤمن‌ها برادر یکدیگر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، پس شما صلح بیندازید در بین برادرهایتان. پس این دلیل واضح و آشکار و روشن است که اگر که مسلمان با مسلمان بجنگد و این جنگیدنشون رو حلال نداند، یعنی بداند که این جنگیدن حرام است و اما کدام مال دنیا چیزی دیگر سبب شد که اینها با یکدیگر می جنگند، در این صورت حکم به کفر کردن نمی شود. اما اگر خون اون مسلمان حلال بداند و بجنگد، در این صورت اون انسانی که خون برادر مسلمانش را حلال میداند کافر می شود. پیغمبر میگوید و قتاله کفر، یعنی جنگیدن با مسلمان اگر حلال بداند کافر می شود، کفر اکبر از دین خارج می شود. اگر که حلال نداند کفر اصغر است، یعنی گناه کبیره کرده است و انسان باید از جنگیدن و از حلال دانستن جنگیدن و خون برادر مسلمانش را ریزاندن باید دست بکشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1558 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1559 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عن ابی ذر رضی الله عنه، یعنی که از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید هر آینه ابو ذر رضی الله عنه شنیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا یرمی رجل رجلا بالفسق او الکفر، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یرمی رجل رجلا، یعنی متهم نمی کند مسلمان را بالفسق او الکفر، یعنی به فسق و کفر یکدیگر را مسلمان ها متهم نمی کنند، یعنی نمیگویند که ای فاسق، نمیگویند ای کافر. مسلمان را حکم به فسق و کفر نمی کند. الا ارتدت علیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که مگر اینکه بر میگردد بر همون حکم کننده، این لم یکن صاحبه کذلک، اگر که صاحب اون طرف مقابل این گونه نباشد. مثلا شما یک انسان رو میگن ای فاسق، اگر که اون فاسق نباشد این حکم کردگی ختم به سر ختم برمیگردد، یعنی شما خودتون فاسق میشوید. وقتی شما یک انسان رو میگوید که ای کافر، یک مسلمان رو میگوید ای کافر، اگر اون کافر نباشد پس این حکم کردگی شما
بر سر خودتون برگشته می آید. پیغمبر میگه الا ارتدت علیه، اگر اون طرف مقابل فاسق نباشد و تو حکم به متهم به فسقش کردی، اگر اون طرف مقابل کافر نباشد و تو حکم به کفرش کردی، در این صورت اون حکم کردگی تو بر سر خودت میگرده می آید. پس این انسان زبانت را راه بگیری که این زبانت این گناهی بزرگ را به سر خودت می آرد که در روز قیامت دیگر واویلا و یا ویلا برات فایده نخواهد کرد. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را منع میکند که مسلمان را حکم به فسق بکنیم یا حکم به کفر بکنیم اگر واقعا فاسق نباشد. اما اگر واقعا فاسق باشد حکم کردنش باکی ندارد، یا اگر واقعا اون انسان مسلمان اگر کافر شد حکم به کفر کردنش باکی ندارد، جایز و درست می باشد. اما یک انسانی که فاسق نیست فاسقش بگویی، یا یک انسانی که کافر نیست کافرش بگویی، در این صورت گناه این فسق و این فسق و کفر به سر خودی گوینده بر میگردد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1559 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1560 کتاب ریاض الصالحین را میآورد، میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المتسابان ما قال فعل الباد منهما حتى يعتدي المظلوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که المتسابانی یعنی دو نفری که یکدیگر را دشنام میدهند، دو کسی که یکدیگر را دشنام میدهد، ما قالا هر آن چیزی که گفتند آن دو نفر، فعل الباد منهما پس گناهش بر دوشی شروع کننده اش می باشد. یعنی که دو مسلمان وقتی که یکدیگر را دشنام می کند، پس این گناه بر همون می باشد که اون شروع کردگی است، بر آغاز کننده و شروع کننده گناه این دشنام ها نوشته می شود، حتی یعتدی المظلوم، تا این که از حد بگذرد انسانی مظلوم. یعنی یک انسان یک کس را یک دشنام کرد، اون طرف این انسان را دو سه دشنام داد، در این صورت اون انسان مظلوم، در این صورت اون از حد گذشت، یک دشنامش داد، یک بار تحقیرش کرد، گشته یک بار تحقیر میکرد، گناهگار نمیشد. گناه ها همه بر سری آغاز کننده و شروع کننده در نامه اعمال این نوشته میشد. اما وقتی که اون انسان مظلوم دشنام نکرده بود، یک انسان یک بار دشنامش کرد یا اول اون انسان شروع کرد، این انسان جوابش رو بر زیاد داد، در این صورت اون انسان مظلوم هم در گناه همراه می شود، در گناه اون انسان هم همراه می شود و در روز قیامت جواب خواهد گفت برای این ظلمی کردگیش، برای این دشنامی دادگیش، برای تحقیر و رنجاندنی که به وجود آورده است، برای این جواب خواهد گفت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای ما و شما بیان میکند که اگر دو دشنام کننده، اولش کسی دشنام کند و دیومگیش فقط جواب دشنام اون را بدهد، در این صورت اون انسان دیومگی اون گناهگار نمی شود. این انسانی که شروع کردگی است، گناه ها همه در سر این می باشد و این انسان در روز قیامت برای آغاز کردن این معصیتش جواب خواهد گفت. اما اون طرف اگر که جواب رو زیادتر داد و بر زیادتی داد، در این صورت در روز قیامت اون انسان هم جواب میگوید. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1560 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1561 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید که و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت
اوتی النبی صلی الله علیه و سلم برجل قد شرب. میگن نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرد آورده شد، مرد رو نزد پیغمبر آوردن که قد شرب، اون انسان، اون مرد میگه عرق نوشیدگی بود، شراب نوشیدگی بود، چیزهای مست کننده نوشیدگی بود. اون مردی شراب نوش را، اون مردی میزده را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن. قال، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اضربوه، یعنی که این مرد رو بزنید، این مرد رو بزنید. قال ابو هریره، ابو هریره رضی الله عنه میگوید فمن الضارب بیده، پس میگه بعضی از ما میگه با دستانشون اون مرد رو میزدند، و الضارب بنعله، و بعضی از ما میگه با کفش ها و با پای افضال هایشون میگه اون مردی میزده و عرق نوش رو میگه میزدن. و الضارب بثوبه، و سیم گروهی از بین ما میگه اون مرد رو میزدن بر پارچه لباس هایشون، با لباس هایشون میگه اون مرد رو میزدن. فلما انصرف قال بعض القوم، پس زمان میگه این مردی شراب نوش میگه از نزد اینها که رفت، بعضی از اون قوم، اون مردمی که را میزدن، بعضی از اون قوم گفتن که اخزاک الله، یعنی الله گفتن خار و رسوایت کند. بعد از زدن باز از بین اون مردم کسی گفت که الله سبحانه و تعالی خار و رسوایت بکند. اون انسانی میزده را در حقش این دعای بد را که کرد. قال، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گفتن که لا تقولوا هذا، رسول الله گفتن که این سخن را نگویید. لا تعینوا علیه الشیطان، یعنی که شما کمک نکنید، یاردم نکنید بر ضد برادرتون شیطان را. یعنی که این گپی که اخزاک الله شما میگویید که الله خارت بکند، این کمک شیطان میشود. شیطان شما در اینجا کمک کرده ایستاده که این مرد را رسوا بکند و این مرد را از دایره تقوا و ایمان دور بگرداند. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرد از دعای بد کردن در حق یک مسلمان. هرچند که عرق نوشیدن حرام است و از گناهان کبیر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید که کل مسکر خمرون، یعنی هر چیزی که انسان را به مدهوشی میرساند، انسان را مست میکند، اون خمر نامیده میشود. هر چیزی که باشد انسان را مست کرد، او را نامش خمر است. و کل مسکر حرام، و هر چیزی مست کننده در اسلام حرام می باشد. پس انسان ها باید از چیزهایی که مست میکند و مدهوش میکند، بسیارش مدهوش میکند، از کمش هم باید دست بکشد، زیرا که هر چیزی که بسیارش مست میکند، کمش هم حرام می باشد که باید انسان دست بکشد. پس عرق نوشیدن چیزهایی است که انسان را مدهوش میکند، حرام است، از گناهان کبیره می باشد. و عرق نوشیدن در اسلام مرحله ها دارد برای حرام گشتنش. یعنی که در اسلام اول این خمر حلال بود، چطوری که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل می فرماید که و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. الله سبحانه و تعالی میگوید از محصولات خرما و انگورها، از درختان خرما و انگورهایتان تتخذون منه سکرا، شما میگیرید چیزهایی که شما رو مدهوش میکند، یعنی چیزهایی مست کننده، و رزقا حسنا، و رزق زیبا شما میگیرید. این مرحله اول بود که در این صورت شراب نوشی در اسلام مباح بود. در این صورت شراب نوشی مباح بود. بعد مرحله دوم در گذشتن. مرحله دوم این بود که الله سبحانه و تعالی عرق نوشی را یا برای انسان هایی که عرق می نوشند، اون عرق را خودش را حرام گردانید. الله سبحانه و تعالی در مرحله دوم عرق نوشیدن را حرام قرار داد. پس
الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میگوید درباره حرام بودن مرحله دوم، میگوید یسالونک عن الخمر والمیسر. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 219 میگوید که میپرسن شما را درباره خمر و میسر، قل فیهما اثم، میگوید بگو که در اون اسم و گناه هست. الله سبحانه و تعالی میگوید بگو که در خمر اسم و گناه میباشد. این مرحله دوم بود که حرام قرار دادنش. و مرحله سیوم الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید که آیت 43 میگوید یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی آن کسانی که ایمان آوردید شما نزدیک به نماز نشوید در حالی که شما مست و مدهوش هستید. در حالتی که مست و مدهوش هستید به نماز نزدیک نشوید. این مرحله سیومی حرام گرداندن عرق بود. و آخرین مرحله عرق، حرام گرداندن عرق که الله سبحانه و تعالی به کلی حرامش گردانید، سوره مائده آیت 90 می باشد که الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. به این آیت الله سبحانه و تعالی عرق را کلاً و کاملا حرام گردانید. پس عرق در اسلام حرام است، خوردنش و نوشیدنش حرام می باشد. با این مرحله ها عرق این مرحله ها را، خمر این مرحله ها را طی کردگی است تا اینکه حرامی کلی قرار بگیرد. اما درباره هر کسی که عرق می نوشد مجازاتش چی است؟ چی عذابش بکنن؟ پس چی طوره که از عبدالرحمن ابن عوف که پرسیده شد، عبدالرحمن ابن عوف گفتن که کمترین مجازات این مجازات تهمت می باشد که 80 تازیانه اون انسان زده می شود. پس هر کسی که عرق می نوشد یکم بار عرق بنوشد 80 تازیانه اون را زده می شود و دافع دویم هم عرق بنوشد اون را 80 تازیانه دیگر زده می شود. یعنی که 80 تازیانه 80 دره می زنند انسان عرق نوش را. اما در سنت آمدگی است اگر کسی که شراب بنوشد در مرحله اول او را دره می زنند، 80 دره می زنندش. در مرحله دوم هم همچنین او را دره می زنند، دویم باره باز خورد و سیوم باره نوشید عرق را باز درهش می زنند. اما بار چهارم که نوشید واجب است او را کشتن. در حدیث آمده است، این حدیث را بعضی ضعیف میگویند، اما ظاهری ها به همین دیدگاه هستند که انسانی که عرق نوشید یکم بار درهش میزنند، دویم بار خورد باز درهش میزنند، سیوم بار خورد باز درهش میزنند، چهارم بار که خورد در این صورت میگه حکمش قتل است، واجب است میگن کشتنش. این را کی حکم میکند؟ این را قاضی حکم میکند به قتل و به دار کشیدن، به کشتن اون انسان عرق خور. یعنی که هر انسان از پیش خودش این کارو کردن نمیتونه. درزنی هم انسان از پیش خودش نمیکند، این را قاضی و محکمه حکم میبرد و این حکم را صادر میکند. و اما جمهوری از علما گفتگی هستند که اگر که انسان هیچ امکانی اصلاح شویش نباشد، که انسان هیچ اصلاح شدنی نباشد، در این صورت حکم با یا که دره زدش می شود، حکم به قتلش نمیکرد در نزد جمهوری از علما. اما شیخ الاسلام رحمه الله درباره این میگوید که انسانی که اگر غیر اعدام و غیر قتل او را از عرق نوشی باز ندارد بجز اعدام و قتل، در این صورت میگه بر سر قاضی واجب است که یک چند از عرق نوشها را حکم بکند به اعدام تا اینکه دیگرهاش بازگردد. مثلا زمان شود که بسیاری از مردم دست به زنا بزنند، دست به عرق نوشی بزنند، در این صورت میگه برای قاضی واجب است که چند از اونها را حکم به اعدام بکند، حکم به قتل بکند تا اینکه باقی ماندهش از
عرق نوشی دست بکشند. این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که هر این قولا رو، قول جمهور که میگه کشتن نمی شود، قول ظاهری که میگوید کشتن می شود، جمع کردگی است بسیار زیبا که اگر جامعه فساد زده زیاد در مسئله عرق شد و قاضی یک چند از اونها را حکم بکند تا اینکه مانع عرق نوشی در اون جامعه بگردد. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامعه ها را بیان کرده میگوید امتان من، میگوید در روز قیامت پیش از قایم شدن قیامت طایفه پیدا میشوند که لیکونن من امتی اقوام، در بین امت من میگه گروه می باشند که یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در بین امت من قوم های می باشند که حلال میدانند الحر، حر یعنی که شرمگاه ها را، این مقصد زنا کردن را حلال میدانند زنا کردن را، و الحریر، و در بین امت من میگوید قوم های میشوند که حریر را، ابریشم را حلال میدانند برای مردها پوشیدنش را، و الخمر، و همچنین میگه در بین امت من گروه می باشند که حلال میدانند عرق نوشی را، و المعازف، و همچنین رسول الله میگه در بین امت من گروه می باشند که معازف یعنی که آلت‌های موسیقی را حلال میدانند. متاسفانه این چهار چیز در این شب و روز دیده می شود. الله سبحانه و تعالی پناه بتید از این صفت زشت و پلیدی که انسان چنگ بزند به اینها. ببینید که امروز زنا کردن تقریبا مسلمان ها بعضیشون یا زیادشون گناه نمی دانند، یا ابریشم پوشیدن و عرق نوشیدن، و حتی بسیاری از مسلمانات دعوا میکنند که موسیقی حلال است، آلات موسیقی حلال است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در آخر امت من انا همین طور اعتقاد میکنند، یا که بعضی از امت من پیدا میشود در بین امت من کسانی که این چیزها را حلال میدانند. پس امروز ما و شما میبینیم مردمی را که عرق را مینوشد هیچ پروایی ندارد و موسیقی گوش میکند، موسیقی میخرد و با موسیقی زندگی میکند، هیچ پروایی ندارد. الله سبحانه و تعالی پناه بدهد از این طایفه خبیث، از این طایفه ناخوب و از این طایفه زشت که این چیزها را برای خود گناه نمیدانند. پس این بود در مسئله عرق. اما این حدیثی که حدیث 1561 که از کتاب ریاض الصالحین خواندیم، رواه البخاری، و این را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1562 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شنیدم که رسول الله میگوید من قذف مملوکه بالزنا، یعنی هر کسی که متهم بکند غلامش را به زنا کردن، هر کسی که، هر آقایی که، هر مالکی که مملوک خودش را، غلام خودش را متهم بکند به زنا کردن، یقام علیه الحد یوم القیامتی، یعنی اجرا می شود بالای این مالک حد در روز قیامت. یعنی که یک انسان غلام خودش را حکم به زنا بکند، پس این انسان اگر تهمت کردگی باشد در روز قیامت، اگر این مالک صاحب غلامش را تهمت به زنا کرده ایستاده باشد، در روز قیامت حد زنا، حد تهمت بالای این مرد جاری می شود. حد تهمت بالای این مرد، بالای این مالک غلام جاری می شود. الا ان یکون کما قال، مگر اینکه باشد چی طور گفته است، یعنی که مگر اینکه تهمتش اگر که صحت داشته باشد و تهمتش درست باشد، یعنی تهمت نباشد، واقعا اگر که غلامش زنا کردگی باشد، در این صورت اون مالکش در روز قیامت مالکش حد بالاش جاری کرده نمی شود. اما اگر تهمت کردگی باشد، در این صورت بالای مالکش حد جاری کرده می شود
در روز قیامت. این حدیث متفق علیه می باشد. و در این مسئله که هر کسی که زنا بکند، اگر که زن آزاد باشد، شوهر کردگی باشد، اون را حکمش سنگسار است تا مردنش. اما اگر دختر باشد، یعنی شوهر کردگی نباشد، اون را 100 دره میزنند، 100 شلاق اون زن را میزنند. به خاطر این زنای کردگیش 100 دره اون زن زده می شود. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء درباره زنهایی که کنیز هستند بیان میکند که اگر زنا بکنند حکمشان نصف زنی آزاد است. یعنی زنی آزاد اگر زنا بکند، دختر شوهر کردگی نباشد، حکمش چی است؟ حکمش 100 دره. اما اگر که کنیز زنا بکند 50 دره اش میزند، نصفی زن آزاد را بر اون میزند. چطور که الله در سوره نساء آیت 25 میگوید که فاذا احسن، پس هنگامی که شوهر کردن زنها، فان اتین بفاحشه، پس اگر که مرتکب عمل زشت شدند، مثلا زنا کردند، فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، پس بالای این زنها نصفی از عذاب اون زنهای آزاد اجرا کرده میشه. زن آزاد 100 دره میزدن، اگر که کنیز باشد 50 دره زده میشود، 50 دره اش میزنند. پس این هست درباره زنی که کنیز است، اگر که زنا کرد، اگر مالکش تهمت به زناش بکند، اگر تهمت باشد، در این صورت در روز قیامت اون مالکش عذاب کرده می شود، حد زنا بالای اون مالکش اجرا می شود در روز قیامت. اما اگر تهمت نباشد، حکمش چی است؟ حکمش اون کنیز را 50 دره میزند. چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید که اگر که کنیز، یعنی که زنی غلام زن، کنیز زن غلام، اگر که زنا کرد درهش بزنید، و دویم بار زنا کرد باز دره زده می شود. سوم بار زنا که کرد، در این صورت اون را میگه بفروشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اون زن را بفروشید، و اگر به اندازه یک قیل، به اندازه یک بندم باشد، یعنی که به ناچیز هم باشد، به یک نرخی به ارزش هم باشد، اون زن کنیز زناکار را رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بفروشید، یعنی بدهیدش اون زن را برود اگر که زنا میکند. یک بار دو بار تنبیه کرده میشود و زده میشود و آگاهانیده میشود. اما اگر از زنا باز نایستاد، دست نکشید، در این صورت اون زن را میفروشند، به ارزش ناچیزم باشد، به پول ناچیزم باشد، اون زن باید فروخته شود تا اینکه مملوکش از شر اون زن خلاص بخورد. اما چطوری که پیشتر قید کردیم، حکمی زنا کردن وقتی که در اسلام برای زن و مرد که شوهر و زن گرفتگی نیستن، نکاح را دیدگی نیستن، حکمشان 100 دره زدن هست. اما اگر که نکاح کردگی باشن، در این صورت حکمشان، یعنی که زن گرفتگی باشد، مرد یا زن شوهر کردگی باشد، در این صورت حکمش سنگسار است. همین حکم کی میبرارد؟ این حکم را قاضی میبرارد. هر انسان نمیتواند که خودش از پیش خودش این حکم ها را ببرارد. فقط و فقط یگانه مالکی زن غلام، وقتی غلامش زنا میکند، مالکش خودش به تنهایی میتواند که بالای غلامش حکم را صادر بکند، 50 دره را خودش بزند به حکم قاضی، فقط و فقط مالکی غلام. اما غیر این دیگر کسها این کارا کردن نمیتواند، مگر اینکه حکم قاضی باید باشد. این مالک غلام باز فقط در همین کار میتواند خودش تنها این حکم صادر کند. اما اگر غلامش دزدی کرد که دستش باید بریده شود، اون مالکش
خودش از پیش خودش این حکم برآورده نمیتواند. این را باید قاضی حکم کند. فقط و فقط در حد زنا اگر غلام را زناش قپید یا در زنا متهم شد و شاهد آوردند و حکم صادر شد و مالک اون غلام خودش میتواند که این حکم را بالای غلامش صادر بکند. غیر اون دیگر کسا باید انتظار حکم برآوردن قاضی و محکمه باشد تا اینکه محکمه حکم بکند بالای آنها. پس این بود حدیث 1562 کتاب ریاض الصالحین. این حدیث چطور گفتیم که حدیث متفق علیه است. با همین باب حرام بودن سب و شتم و دشنام مسلمان به ناحق به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم سب الاموات بغیر حق و مصلحت شرعیت. یعنی که باب نو در مسئله حرام بودن ناسزا گفتن و شتم و سب و دشنام مردگان به ناحق و بدون مصلحه شرعی مردگان را دشنام کردن و ناسزا گفتن حرام می باشد، ناجایز می باشد. پس این باب نو است. باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.